یکی از تکنیک های دیگه از گرم کردن رو میخواستم بهتون بگم برای بیسیک و آمادگی دست. تو این حرکت ما انتهای کاتانا رو میگیریم یا اگر بوکن دارید برعکس بگیرید. البته بوکن های مخصوص این حرکت های بیسیک هستش که سنگین تر هست که طراحی شدن برای بدنسازی، چون بدنسازی قسمت اصلی تمام هنرهای رزمی هستش، چه دفاع شخصی، چه کار با سلاح، چه آکروبات. شما اگه بدنسازی رو کار نکنید قطعاً با آسیب‌های جدی روبرو خواهید شد. مخصوصاً کار با کاتانا اگر بدنسازی های مربوط به خودش رو انجام ندید قطعاً در ناحیه مفصل دست، آرنج، کتف و مچ دچار مشکل خواهید شد. پس بنابراین بدنسازی های هر حرکت رو باید از نظر علمی مربی بهتون گفته باشه و شما تمرین کرده باشید. پس گفتیم انتهای کاتانا رو میگیریم بالا جلو، کاملا آرنج باز و وزن کاتانا یا بوکنتون روی ساعد داره تحمل. چون اگر شما عادت به این کار نداشته باشید وقتی کاتانا دستتون میگیره یه سنگینی دست گرفتید و استیلتون زیبا نیست. شما یه سنگین رو همراه خودتون برید قطعاً اون سبکی وزن بدنتون رو ندارید و حرکاتتون با سختی روبرو هستش. این حرکت کاملا دایره حول بدن، اینجا استاپ. اگه بندازید پایین وزنش میاد پایین و وزن از روی ساعد و دست شما خارج میشه. اونجایی که بیشترین فشار روی ساعد شما هست باید نگهش دارید. این حرکت کاملا صاف به جلو. دست چپتون عادت باشه یا روی سایه باشه یا مشت باشه، آویزون نباشه دستتون. استیل یک رزمی رو همیشه حتی توی نرمش های ابتدایی حفظ بکنید. خیلی مهمه. با نظم انضباط تمرین کردن، آراسته بودن، شیوه یک رزمکار یا سامورایی. ما که سامورایی نیستیم ولی داریم هنر اونها رو کار